فاتح نامدار سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی در سال 360 هجری قمری یا در سال 971 میلادی در شهر غزنی دیده به جهان گشوده است و در سال 998 میلادی بر جای پدرش سبکتگین نشست. 32 سال سلطنت کرد سلطان محمود غزنوی در شهر غزنی در خانواده نجیب پا به عرصه وجود گذاشته است. ابو منصور ناصر سبکتگین پدر سلطان محمود غزنوی اولین کسی بود که در سال 351 هجری قمری حکومت غزنویان را تأسیس کرد. ساعت قبل از تولد وی پدرش خواب دید که در میان خانواده او درختی از آتشدان پویدا شده است و چنان بلند شده که همه جهان را زیر سایه خود پوشانیده است. وی در اندیشه تعبیر این خواب بود تا اینکه شخص آمد و بشارت داد که ای سلطان، حق تعالی به شما پسر بچه عنایت فرموده است. ایشان خوشحال شدند و گفت اسمش را محمود میگذارم. مرگ سبکتگین اسماعیل برادر سلطان محمود بنابر وصیت پدر در غزنی پادشاه شد. سلطان محمود در نشاپور به اداره خراسان اشتغال داشت ولی بعد با کمک کاکا و برادرش دیگر اسماعیل را از حکومت برطرف کرد و اما تصرفات حکومت غزنویان را به دست گرفت. حکومت غزنویان استقلال واقعی خود را در سال 389 هجری قمری بعد از اینکه سلطان محمود بلخ را پایتخت حکومت خود قرار داد کسب و او اولین فرد است که از دارالخلافه به سلطان ملقب شد و اولین کسی بود که بیرق اسلام را به عین انتقال داد. شخصیت سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود اولین پادشاه مستقل و بزرگترین فرد خانواده غزنویان بود. وی به دلاوری، بی‌باکی و کثرت فتوحات موصوف بود. یکی از فاتحان مشهور تاریخ اسلام می باشد و از مردان است که در تاریخ اسلام مقام بسیار بزرگ را حائز شده است. بر اثر شجاعت تدبیر داشت و فتوحات پی در پی ایران و هند را فتح کرد. اجتماع علما و شاعران در دربار او کتاب‌هایی که به نام او تالیف شده است شهرت زیاد دارد. سلطان محمود غزنوی بسیار به حدیث تفسیر قرآن اشتیاق داشت
او یک شخص بسیار دادگر و عادل بود. فتوحات سلطان محمود غزنوی ایشان در فاصله سالهای 392 تا 416 در ظرف چند سال به چندین مرحله به عین لشکرکشی نمود و به فتوحات بسیار زیاد نائل گشت. او 17 بار از سمت آسیای جنوبی لشکرکشی کرده است. وضعیت علم و ادب در دوران سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی یکی از بزرگترین روایج دهندگان علم و دانش بود. اجتماع علما شاهرا در دستگاه سلطان محمود غزنوی بسیار بود و اشعار و کتاب زیاد به نام او تالیف میشد. گفتنی است که 400 شاعر در دربار او گرد آمده بودند. از مشهورترین آنها فردوسی، طوسی، منشوری، سمرقندی، انصوری بلخی، فرخی سیستانی، رازی هستند. او در حدود 400,000 دینار را برای علمان دربار خود مصرف کرد و موزیم بزرگ را در غزنی تأسیس کرد و خود وی یک کتاب فقه را نوشت و سخت پابند اصول دین خود بود. از بزرگترین علمای دربار او نیز میتوان ابوریحان بیرونی را نام برد. سرانجام این مجاهد نستو و رهبر با تدبیر و شجاع در شهر غزنین، همان شهری که در آن پا به عرصه وجود گذاشته بود، در سال 421 در سن 61 سالگی بعد از 32 سال خدمت به مسلمانان دارالفانی را وداع گفت.
طبق وصیتش پسرش محمد جانشین وی شد. دوستان عزیز، این رو داشته برنامه کنیم ما. تا برنامه آینده خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ، دوستان بخیر.